چطور میشه واقعا با تموم شدن یه رابطه کنار اومد؟ چطور میشه کسی که دوستش داشتیم رو خب فراموش کرد و عبور کرد؟ منبع اصلی ما برای این بحث یه مقاله خیلی کاربردی از وبسایت ویکی هاو هست که با همکاری دکتر سارا شویتز که روانشناس بالینی هستن تهیه شده. میخوایم با هم ببینیم چه راهکارهای عملی پیشنهاد میده برای اینکه خب این حسا رو پردازش کنیم و دوباره شاد باشیم. دقیقاً. و جالبه که این مقاله مراحل خیلی مشخصی رو برای این فرایند پیشنهاد میکنه. اولین قدمش که شاید از همه سخت‌ترم باشه اینه که یه فاصله ایجاد کنیم، یعنی حذف کامل اون آدم از زندگی روزمره. این اولین قدم‌ها دقیقاً شامل چی میشه؟ یعنی فقط پاک کردن شماره تلفن و اینها؟ نه خیلی فراتر از اینه. ببین مقاله تاکید داره روی قطع کامل تماس، یعنی حذف کردن از همه شبکه‌های اجتماعی، پاک کردن پیام‌ها، عکس‌ها، هر چی یادگاری هست که اون خاطرات رو میاره جلوی چشم. پس یعنی همه چی؟ آره تقریباً. حتی یه راهکار جالبش اینه که میگه اگه دلتون نمیاد چیزی رو کلاً پاک کنید، مثلا عکس و پیام‌ها رو، خب بریزیدشون روی یه هارد اکسترنال. بعد اون هارد رو بدید دست دوست خیلی معتمد که اصلاً دم دستتون نباشه. که وسوسه نشه بری سراغش. دقیقاً. یا یه کار دیگه که میگه یه نامه بنویسید، هر چی تو دلتونه، همه حساتون رو بریزید رو کاغذ، ولی نفرستیدش. هدف اصلی اینه که یه فضایی برای ذهنت ایجاد بشه که بتونه التیام پیدا کنه، بدون اینکه هی برگرده به گذشته و مرور کنه. یه جورایی بعد امید بازگشت رو هم خب بذاری کنار و قبول کنی که تموم شده. این قبول کردن خودش یه مرحله است. خب این فاصله فیزیکی و دیجیتالی رو ایجاد کردیم. ولی اون حسای بد، اون درد، اونا که هستن هنوز، برای این مرحله چی میگه؟ چطور با این احساسات درونی کنار بیایم؟ خب اینجا نکته کلیدی که مقاله میگه تغییر دادن تمرکزه. یعنی به جای اینکه فقط تو خاطره‌های خوب غرق بشینی فکر کنی خب چرا اصلا این رابطه تموم شد؟ دلایلش چی بود؟ البته نه که خودت یا اون رو سرزنش کنی، فقط برای اینکه واقع بین باشی. که یادمون نره چرا جدا شدیم. دقیقاً. یه کار دیگه هم نوشتن در مورد حسای دردناکه، با هدف این که بتونی رهاشون کنی، انگار داری خالیشون میکنی از ذهنت. و یه چیز خیلی خیلی مهم دیگه هم هست، بخشش. این کلمه سنگینیه، مخصوصاً اگه آدم حس کنه خیلی بهش بد شده. دقیقاً نکتهش همینه. مقاله نمیگه بخشش یعنی اینکه بگی طرف مقابل کار بدی نکرده یا دردی که کشیدی الکی بوده. نه، بیشتر میگه بخشش یه جور ابزاره برای اینکه خودت رو آزاد کنی از اون بار سنگین عصبانیت، کینه، ناراحتی. یعنی به نفع خودمونه در واقع. دقیقاً. انگار اون انرژی که داشتی صرف هرس خوردن و فکر کردن به گذشته می‌کردی رو آزاد می‌کنی برای زندگیت. پیشنهادش اینه که سعی کنی به کل ماجرا مثل یه جور عدم تفاهم بدون مقصر اصلی نگاه کنی. حالا شاید یکی بیشتر مقصر بوده باشه، ولی تمرکز رو بذاری روی اینکه گذشته دیگه گذشته. نمیشه تغییرش داد. آره، ولی واکنشت به اون گذشته دست خودته. میتونی تغییرش بدی. و خب معلومه اگه دیدی این کارا خیلی سخته و داری اذیت میشی، کمک گرفتن از یه مشاور یا رواندرمانگر کار خیلی منطقی و شجاعانه است. چطور دوباره رو پای خودمون وایسیم؟ حس استقلال رو چطور برگردونیم؟ خب اینجا دیگه تمرکز کامل میره روی بازسازی هویت فردی. مقاله میگه یادت بیار که تو به تنهایی هم یه آدم کاملی. پیشنهادش اینه که یه لیست بنویسی از کارهایی که حالا که مجردی میتونی انجام بدی و قبلا شاید نمیشد. یا مثلا نقاط قوت خودت رو به خودت یادآوری کنی، موفقیتایی که قبلا داشتی. این خیلی مهمه که یادت بیاد کی هستی و چه تواناییایی داری. پیدا کردن دوستای جدیدم خیلی کمک میکنه، مخصوصا دوستایی که خارج از اون حلقه دوستان مشترک قبلی باشن، که یه فضای امن و جدید برای معاشرت داشته باشی. و آخر سر هم وقتی خودت حس کردی آماده‌ای، با احتیاط، با سرعت خودت دوباره به فکر آشنایی‌های جدید بیفتی. بدون عجله، به خودت اجازه بده حسات رو تجربه کنی. اگه گریت میاد گریه کن، اگه خندت میاد بخند، سرکوب نکن. بعدش هم مراقبت از بدن، یعنی تغذیه سالم، ورزش منظم، مخصوصا میگه ورزش تو فضای باز خیلی روی روحیه تأثیر داره و خواب کافی. اینا پایه‌های سلامتیه.
داشتن یه برنامه روزمره، یه روتین منظم هم خیلی کمک میکنه که حس کنی اوضاع تحت کنترله و زندگی داره عادی میشه. و خب تکیه کردن به دوستا و خانواده. این خیلی مهمه. جالبه تو خود منبع یه نظرسنجی بوده که نشون داده 53% آدما تو این شرایط اول میرن سراغ دوستای نزدیکشون. پس حرف زدن با دیگران کمک میکنه. قطعاً. و یه نکته بامزه میگه یکم خودتون رو لوس کنین، کارایی بکنین که فقط و فقط حس خوبی بهتون میده. یه ماساژ، یه فیلم خوب، هر چی. امتحان کردن یه سرگرمی جدید هم فوق‌العاده است، چون هم لذت بخشه، هم حس استقلال و توانمندی رو قوی میکنه. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم اینطور که از این منبع برداشت کردیم، عبور از یه رابطه یه فرایند فعاله، الکی نیست. باید قدم‌های مشخصی برداریم، از اون قطع ارتباط حساب شده اولش گرفته تا روبرو شدن با حسا و پردازششون، بعد بازسازی هویت خودمون و خیلی خیلی مهم مراقبت جدی از جسم و روانمون. صبر میخواد، تلاش میخواد، ولی خب شدنیه. بله. و شاید یه نکته نهایی هم برای فکر کردن این باشه. ببین خیلی وقتا تمرکز ما روی اینه که اون آدم رو فراموش کنیم یا ازش رد شیم. اما شاید تحول واقعی، رشد اصلی تو این باشه که چطور درس‌هایی که از اون رابطه گرفتیم، چه خوب چه بد، رو با خودمون به آینده ببریم و اجازه بدیم اون درس‌ها ما رو به یه نسخه قوی‌تر، آگاه‌تر از خودمون تبدیل کنن.